امشب ما انقدر داره ریکوست میاد به سمت چیز من میاد لپتاپ ارزم بزرگ شما کنم یک گو تو ویچ هنگ نکنیم با این اتفاقات. الله علم. خب من ریکوست فرستادم برای شما خانم، هم داری یک بار دیگه خب کانکتین شده. خب ببخشید من بنده خدایی زنگ زد بهم کلا لایوم مجبور شد لایوم سیاه شد نمیدونم چه اتفاقی. بفرمایید. بهتره البته لایو سیو بشه کوتاه بهتر هستش دوستان راحت تر میرن. خب آره خطر گوش میدم. جایی که قضیه بر من عجیب اومد اینه که یه مرد ثروتمند و غیرتی مسلما به راحتی میتونه وقتی امیر تتلو با یه تلفن تونست کاری کنه و فضای موضعش رو تغییر بده و پستش رو پاک کنه، دوست پسر قدرتمند و غیرتی دنیا جهان وقتم که توی ترکیه است با یه تلفن میتونه کاری کنه و فضای اون پست رو پاک کنه. من وقتی مگر اینکه اون شخصی که این پست رو گذاشته خودش از مهره‌های دست نشانده دوست پسر دنیا جهانبخت باشه. چیزی غیر از این نمیتونه باشه، وگرنه هیچ مرد ثروتمند و قدرتمندی که ناموسش رو انقدر میپرسته که لایف استایلش رو انقدر تغییر داده اجازه نمیده اسمی از دوست دخترش جایی برده بشه. حالا بگذریم از اینکه یه عالمه کامنت های سکسی زیر عکسای دنیا جهانبخت دیده میشه که به حالت رباتیک گذاشته میشه. دنیا جهانبخت بلافاصله بعد از اینکه من نوشتم من ازت کمک میخوام دنیا، نه دنبال این هستم که تو راهی به من نشون بدی از کانکشن تو استفاده کنم، فقط خواستم بهت بگم چون کسی رو فالو نمی‌کنی ممکنه در جریانات اینستاگرام نباشی، فقط خواستم بهت بگم که وحید خزایی داره از اسم تو عشق زندگی تو پیدا کردی، امیدوارم که زندگیت پابرجا باشه. داره از اسم تو استفاده میکنه و حاشیه سازی میکنه. به محض اینکه اینا رو سین کرد در صدم ثانیه منو بلاک کرد دنیا جهانبخت، در حالی که اگر که تو نگران موضوعی نیستی، اگر که باید تفکر کنی مرسی که به هم اطلاع دادی یا نه اصلا جواب ندی، چرا باید بلاک کنی؟ چرا؟ چون اگر که ریاکشنی نشون ندی، اگر اون پست پاک نشه، بعدا دختری به نام مینا نامدار که الان کراس ایر هست، الان توجه همه جلبه که ببینه مینا نامدار چی داره میگه، میاد سوال میکنه که دنیا جهانبخت چرا جواب منو ندادی؟ چرا دوست پسر غیرتی تو که تو ترکیه زندگی میکنه نفوذش از امیر تتلو تو ایران کمتره که وحید خزایی هنوز این پست رو از اینستاگرامش پاک نکرده؟ چرا نفوذ دوست پسر تو کمتره؟ چرا؟ به خاطر اینکه دوست پسر دنیا جهانبخت، یا بهتر بگم کدوم پست پاک نکرده؟ کدوم پست پاک نکرده؟ پستی که به نفع پیام گذاشت وحید، نوشتش که آره خانم نامدار شما دنیا جهانبخت نیستی که با خفه کردن خودت ادای دنیا رو هم در آورد، با خفه کردن خودت فالوور بگیری بعدم یه آدم پولدار پیدا کنی، یه عربی چیزی پیدا کنی، چه میدونم ماشین فلان سوار شی. دقیقاً اشاره کرده به زندگی دنیا جهانبخت که برایان رو هم در بر میگیره. راستش هم به پیجش اگر الان این لایو نبینه بعد و این لایو پاک بعد این لایو پاک میشه خیالتون راحت. دوستان برم ضبط کنم بفرستم برام. من سیو شده دارم براتون میفرستم اگرم پاک کرد مشکل. خب آره خلاصه اینکه دنیا منو بلاک کرد بعد از این قضیه و من فهمیدم که همه شایعه ها درسته و دوست پسر دنیا جهانبخت تنها کسی که میتونه باشه برایان دوست پسر که چه عرض کنم رئیس دنیا جهانبخت برایان اعتماد میتونه باشه، به خاطر اینکه بالاخره یکی از دست نشونده هاش وحید خزاییه. چی میتونه بگه؟ آدمی رو که داره براش پول میسازه، آدمی که هر لحظه داره به سایت این گسترش میده، هزاران نفر. بالاخره تو روزگار سختی داریم زندگی میکنیم، مردم تو ایران خیلی سخت دارن پول در میارن. خود من شاید وسوسه بشم یه وقت گمبلینگ کنم و یه شبه یه راه 100 ساله رو برم، ولی میدونم که کسی به گمبلینگ به جایی نرسیده، با قمار کردن به جایی نرسیده، به خاطر همین هیچ وقت راهش نکردم، به کسی هم توصیه نکردم. تنها علتی که این پست همین قبل از همین لایو توی پست های وحید خزایی وجود داشت و دوست پسر خانم دنیا جهانبخت هیچ عکس العملی نشون نداد برای اینکه این پست پاک بشه، اینه که این آقا دست نشونده خود دوست پسر دنیا جهانبخت بود، وگرنه هر کس دیگه ای بود با یه تلفن این پست پاک شد. این از این قضیه.
بله این از این قضیه. و جالب اینجاست که دنیا هیچ وقت لایو نمیذاشت تو این مدت. یک یا دو بار، شما فالو داشتم، یک یا دو بار لایو گذاشته بود. یه بار توی ماشینش بود زمانی که مزاراتیشو گرفته بود که حالا دوست پسرشون پیاده شده بودن خرید از کنن. اطلاع شما ایشون تا حالا 3 تا ماشین گرفته، 2 تاشون هم تصادف کرد. خواستم بگم دوستان بدون اطلاعاتش می‌ذاریم. خب هیچ وقت لایو نمیذاشتم. معمولا وقتی لایو میذاشت دنیا یا چشاشو نشون میداد یا یه موزیک میذاشت، سکوت میکرد و خب مردم هم نگاه میکردن. ولی به محض حمله شما، به محض روشن شدن اینکه دوست پسر دنیا جهانبخش کیه و اینا دارن چی کار میکنن و همه اینا دستشون با هم توی یک کاسه است، دنیا جهانبخش لایو گذاشت که من اسکرین شاتاشو برای شما فرستادم. لایوی گذاشت که توی لایو با لباس خواب نشسته بود. یعنی مردم میان به من توهین میکنن، منی که الان مردی توی زندگیم نیست، دوست پسری ندارم، اگرم دوست پسری داشته باشم تا الان به من نگفته من با حرفه تو مشکل دارم، با مدلینگت مشکل دارم، با اینکه با تاپ باز بشینی توی لایو مشکل دارم. دنیا جهانبخش این ادعا رو داشت که دوست پسرش روش غیرت داره و لطفاً من کسی رو فالو نمی‌کنم به خاطر دوست پسرم. به محض حمله شما ایشون لایو گذاشت با یه لباسی که من تا حالا توی لایو هم نپوشیدم. منی که همه مردم بهم حمله میکنن میگن عکسات لختیه، لایوات لختیه، قشنگ با یه لباس خواب سفید، یه لباس خواب ابریشمی سفید، حتی دوربین رو جوری میگرفت که مشخص بشه پاهاش هم لخته. یعنی قشنگ بعضی از افراد حشری و در جان در کف به هر حال هستن که ایشون رو دنبال بکنن. دیگه چی بگم؟ حالا اصلا بحث رد کردن به نظر من، به خاطر اینکه ایشون خواست به همه ثابت کنه که حالا نه دوست پسر من یه آدم نرمالیه. حتی رو لایو من هم لایو گذاشته. یه نکته بگم که سر اون موقع شفاف سازی اولی که ما کردیم، حالا دوستان نمیدونن، ما شفاف اولین باری که هم افتادن تو تاب و تاب که من اعلام کردم لایو میخوام بذارم، اومد رو لایو من لایو گذاشت، در صورت که حالا این ما خوش طرف میمونه لایو شما بعد بیاد جواب بده. جان ویو لایو شما رو بخواد بیاره پایین. آره میخواد ویو رو بیاره بخوابونه که بعد از اون که چون یادش میرسه پدیده به اسم سیرم وجود داره. دقیقاً همینطوره. پریشب که من پیجمو پس گرفتم لایو گذاشتم، به محض اینکه شروع کردم 2 جمله کوتاه در مورد اعلام مخالفتم با این سایت های قمار بگم، سایت های شرط بندی گمبلینگ، شرط بندی میشه فکر می‌کنم، سایت شرط بندی بگم، حمله کرده بودن توی کامنت توی لایو من که وحید خزایی لایو گذاشته بیاید اونور، وحید خزایی و نیکل لایو گذاشتن بیاید اونور که همه رو از تو لایو من بکشن بیرون. و خیلی جالبه اگر بریم کامنت های پیج من رو نگاه کنید، تا به امروز چنین کامنت هایی تو پیجم نبود. حتی کامنت های پستی که در مورد پیامه که نزدیک 4000 تا کامنت، اگه بخوایم باز میکنم وقتی تو داشتیم تک به تک چک کنید، به عنوان تبلیغات هم نیومدن چنین پست پر ویویی چنین کامنتی بذارن. ولی بعد از این قضیه توی پست 2 تا پست آخر من پر از تبلیغات همین سایت های گمبلینگ شده قبل از جام جهانی. و من با 1000 تا دایرکت مسیج دارم که خانم نامدار ما به شما پیشنهاد میدیم که با توجه به شایعات اخیری که در مورد پیام صادقیان پیش اومده و شما تمام فوتبالیستا، فوتبال دوستا، همه الان چه طرفداراتون چه کسایی که بر ضدتونن روی پیج شما هستن ببینن شما چی کار میکنی، همین الان یه دونه از این سایت ها رو بذاری روی پیج قبل از جام جهانی، شروع کنی به پول در آوردن، به راحتی میتونی بری بالا، به راحتی میتونی پول در بیاری. یعنی اینقدر دایرکت مسیج از این کی به شما میگفت اینا رو؟ چون ما شخصی به اسم فرشاد رو رصد کردیم. و فرشاد که بله خب فرشاد یه شخصیه که یکم صحبت کردن راجبش برای ماها که تو ترکیه خطرناکه. فرشاد از برایان بالاتره، یعنی برایان حرفی فکر میکنم خود برایان میدونه فرشاد کیه. فرشاد جای پسر برایانه، ولی هر راجبش حرف نزنم برای من بهتره که توی ترکیه زندگی میکنم. فکر میکنم خودتون تا ترشو گرفتید. درست بفهم. خب عرضم به شما که در خصوص این همکارتون خانم صدف طاهریان بله نظرتون چیه؟ رقیبید، همکارید؟ این من صدف رو ندیدمش تا حالا، مشکلی باش ندارم.
اصلا به هیچ وجه. نه کارشو تایید میکنم نه کارشو تکذیب میکنم. به نظر میاد سرش تو کار خودشو و داره زندگیشو میکنه. حالا البته فکر میکنم شما همه چی رو در جریانش هستید. صدف یکی از افرادیه که خودش فرشاد رو میشناسه. کاری به زندگی شخصی صدف ندارم، ولی اگرم که خیلی‌ها رو میشناسه وارد بازی کسی نمیشه. اینو در مورد صدف میتونم بگم، یعنی تا جایی که من اطلاع دارم وارد بازی کسی نشده، ولی خیلی‌ها رو میشناسه که من حتی در حدی که صدف هم شناخت این افراد رو ریسکشو نکردم که این آدم رو بشناسم. یعنی من حتی این آدم رو سعی میکنم بلاک کنم که به سمتم نیان، چون واقعا دوست ندارم. همینطوری که تا الان خیلی از مردم میگن مگه داری تو اروپا زندگی میکنی، مگه داری تو امریکا زندگی میکنی؟ نه عزیز من، آدم توی هر شهری، هر شهرستانی، هر کشوری که زندگی کنه باید با عزت نفس زندگی کنه. من 4 ساله که دارم ترکیه زندگی میکنم، قبل از اونم کشورهای دیگه بودم، تا حالا هیچ مشکلی تو این کشور نداشتم. یک بار شاکی یک پرونده بودم، وکیل خوبی هم پشتمه و اصلا ندارم وارد بازی‌های افرادی مثل برایان اعتماد، دنیا جهانبخش، وحید خزایی. از همینجا هم اعلام میکنم صحبت کردن من با وحید خزایی، رفتن من ولو 20 دقیقه پیش وحید خزایی اشتباه از سمت من بود، اشتباه خود من بود. من اینو کاملا قبولش میکنم که اشتباه از سمت من بوده و دوباره این اشتباه رو تکرار نمیکنم. از زمانی که پیج من از حالت دیزیبل در اومده، من پشت سر هم لایو بودم، برای اینکه خیلی‌ها فکر میکنم پیج هک شده، باید لایو باشم که بدونن دست خودم و فالوورام. یک بار من در مورد این آدمو حرف نزدم تا به امروز که تو لایو شما هستم در موردشون حرف زدم، چون واقعا حتی یک بار دیگه در موردشون حرف بزنم و اینا وارد زندگی من بشن، بخوان احساس بکنن که میتونن که از منم سوء استفاده بکنن، ولو اینکه بخوان BMW منو تبدیل به پورش بکنن، تبدیل به مازراتی بکنن. نه عزیز دلم، من یه زندگی سلامت بدون دغدغه، بدون ترس، بدون هراس، بدون عذاب وجدان رو ترجیح میدم. همین ماشین خودم رو سوار میشم، توی خونه خودم زندگی میکنم، کمتر میخورم، کمتر میپوشم، ولی راضیم به همین زندگی بی دغدغه بدون نفرین مردم پشت سرم و واقعا بهش راضیم. البته یکم فشارم روی شما هست که میگم به خاطر فالوور دارید این کارو میکنید، ولی خب در صورت ولی خب به هر حال شما اگه میخواید که حاشیه دور باشید، این پست پیام صادقیان هم میتونید پاک کنید توی پیجتون هم که نکردید. بله، پست پیام صادقیان من میتونستم پاکش بکنم، ولی که خیلی به من حمله کردن توی کامنت ها که به خاطر که من نمیدونم شما اطلاع دارین یا نه، من یه شکایت اینجا کردم. شبی که پیج من دیزیبل شد، اینم براتون عکسشو میگیرم میفرستم. من اومدم خونه، الان خونه چند روز خونه یکی از دوستام هستم. شبی که پیج من دیزیبل شد 2 نفر به من حمله کردن دم شهرکی که دوستم زندگی میکنه، دوستم ترکیه صدا که من الان خونه‌اش هستم. دم شهرک حمله شد، ولی حمله به سمت من نبود، حمله فقط به هدف گرفتن گوشی من بود. من عکس گوشیمو با گوشی بردارم یه عکس میگیرم براتون میفرستم. گوشی من خورد شده، الان LCD گوشی من خورده، قشنگ بردم اپل سنتر، گفتن عوض کردنش با یه گوشی دیگه خریدن فرق نمیکنه. قصدشون فقط دزدیدن گوشی من بود. حتی شما میتونید با تیم بادیگاردی که با من الان همکاری میکنن، من لینکش رو بهتون میدم، لینکتون میکنم، باهاشون صحبت کنید. با من تماس گرفتن که هر جایی که من میخوام از خونه برم 2 تا بادیگارد برای من فرستادن که با بادیگارد از خونه برم بیرون. ما وقتی داریم واقعا به خاطر اینکه همیشه هوای منو داشتن، از دوستان قدیم هستم و یکی از تیمای بزرگ بادیگاردی رو توی ترکیه دارم، به خیلی از مجالس بادیگارد میفرستم و این لطفو در حق من کردن آقا کسرا، از همینجا هم ازشون تشکر میکنم. پولشو بعد بدم تبلیغات کردم. خب ولی که اصلا حمله به سمت گوشی من بود و خیلی از مردم دارن میگن که آره چی شد ترسیدی، تو مواظب صورتت باش، مواظب بدنت باش، پرسپولیسیا همه جای دنیا هستن، پشت سر پیام حرف زدی، ما چه میدونم صورتت رو میاریم پایین، این کار میکنیم اون کار میکنیم. که من با تمام این کامنت ها وقتی به اداره پلیس رفتم، من خیلی راحت الان میتونم این آدمو بکشونم دادگاه و به دادگاه کشوندن آدمی مثل پیام صادقیان تموم شدن بازی حرفه‌ایش توی ترکیه است. اصلا مهم نیست این آدم مجرم شناخته بشه یا نشه، تیم دور و برش حاشیه‌ای نمیخواد. من تنها علتی که تا همین لحظه واقعا این جمله برادرمه،
برادرم گفت با زندگی حرفه‌ای تو 1 هفته بازی شد زمانی که اینستاگرام تو دیزیبل کردن، چون من 2 تا پروژه کاری رو از دست دادم به خاطر دیزیبل شدن اینستاگرام. 2 تا پروژه مدل رو از دست دادم. گفت اگر میخوای با زندگی حرفه‌ای این آدم بازی کنی، اوکی بازی کن، مشکلی نداره، برو ازش شکایت کن، با زندگی حرفه‌ایش هم بازی بشه. ولی اگر نمیخوای، فکر میکنی گذشت زمان آرومترت میکنه، چون قبلا هم عاشق شدی، آره من دست به عاشق شدنم خیلی خوبه، قبلا هم عاشق شدی، قبلا هم گریه کردی، اگر فکر میکنی برات خراب و 2 روز دیگه فراموش میکنی قضیه رو، با زندگی حرفه‌ایش بازی نکن، همینجا ختمش کن. من واقعا پیجم از حالت دیزیبل در اومد، میخواستم تک پستی هم که باقی مونده پاک کنم، ولی راستش رو بخواین کامنت های مردم ناراحتم کرد. کامنت هایی که هنوز دارم می‌نویسن چی شد ترسیدی، چرت و پرت گفتی. ببندید کامنتو کاری نداری. نه توی لایو هم می‌نویسن، یعنی میدن لایو هم می‌نویسن، یعنی نظر مردم اینه که تو از پیام صادقیان ترسیدی و به خاطر همینه که پستای غیر رو پاک کردی و دیگه از پیام صادقیان حرف نمیزنی. نه، کسی که باید بترسه کسی که تا الان سکوت کرده. خب عزیز من، اگر که من دروغ گفتم، اگر که من چیزی رو الکی رسانه‌ای کردم، چرا سکوت میکنی؟ اوکی، اتاق فکرتو به تو گفته سکوت کنه، تو هم از شیوه خوبی استفاده کردی، سکوت کردی. ولی کم من یه حرف به شما میزنم آقا امین، اگر واقعا دروغه بگین دروغه. من الان یه بازیکن حرفه‌ای فوتبال بانوانم، خیلی مشهورم، یه پسر داره از من سوء استفاده میکنه، از اسم من میخواد فالوور جذب کنه، هیچ رابطه‌ای هم بین من و ایشون نبوده. این حرفیه که مردم من، این حرفیه که پیام مصاحبهش اعلام کرده، گفته من این خانمو نمیشناسم و نمیخوام هم بشناسم، هیچ رابطه‌ای هم وجود نداره. هست حالا که شما بپرسیدن وایساش اگر به مشروب خوردن خیلی چیزاش هم خوبه، آدمش کم حرفه‌ای بازیکن حرفه‌ای. خب اگه واقعا چنین چیزی شده، یک بار چه اولا که شما یه عالمه تگ شدی آقای پیام صادقیان، یه عالمه تگت کردن، چه طرفدارات چه دشمنات طرفدارای من تگت کردن و تو از قضیه خبردار بودی، زیر همونطور که من فوش خوردم تو هم فوش خوردی زیر پستات. چرا یک بار مثل من یه لایو 2 ثانیه‌ای نذاشتی بگی من این خانمو نمی‌شناسم، اگر چیزی داره بذاره، من خانمو نمی‌شناسم، اگر چیزی داره بذاره، از حاشیه دور باشن و براشون یه رابطه تمام شده بود. دقیقاً. پس این نشون میده رابطه‌ای وجود داشته، پس مردم الکی منو قضاوت کردن که تو می‌خوای نشون بدی. حالا شما چرا با دیگه ول کنید بره. ول کردم، من دارم زندگی من می‌کنم، بالا من میام میخندم، مردم میگن چرا داری میخندی، فقط می‌خواستی زندگی یه نفر دیگه رو خراب کنی. حالا ان شاءالله با یکی دیگه رل بزنید حالش رو ببرید. در خدمتتون هستم. مرسی از اینکه توضیح دادید. من هیچ نظری نمیدم، به هر حال مردم خودشون قضاوت میکنن. صحبت شما رو شنیدید، حالا تا جایی هم که تونستیم سعی کنیم یکم شما رو به چالش بکشیم. مردم گوش میدن، مردم خودشون آگاه‌ترینن، باهوش‌ترینن. منم تنها دلیلی که با شما لایو گذاشتم به خود شما هم گفتم که حجمه علیه شما زیاد بود، این حجمه روی تیم منم اومد، ولی من گفتم که به هر حال من چه صحبت شما رو شنیده بودم، بعد از اینکه رفتم با تیم مشاوره کردم که بخوایم با شما مصاحبه بکنیم، تصمیم بر شد که فقط شما گوش بدین و مردم قضاوت بکنن. من به خود شما گفتم که اون واکنشی که مردم از بیرون میبینن نسبت به آدم‌ها که نمیدونم این خرابه این خوبه، بعد اینکه اصلا درست نیست شما بخواید انگی رو به هر کسی بزنید. اونا عرض و باشای فضای مجازی ان که دارن این کارو میکنن. در صورت مرسی از شما، مردم خودشون گوش میدن. من لایو رو هم سیو کردم، سعی میکنم حالا خود دوستانم دست به رکوردشون خوبه، رکورد میکنن جایی که لازم دارن. جون مادرتون هم فردا نگید که ما با خانم نامداری رل زدیم، اینو بگم حالا خودشون میدونن. قبل از این لایو من بهشون گفته بودم براتون در بیارن، میگن مینا نامدار اولین بار به خاطر یه آقا لباس پوشیده تنش کرد توی لایوش. آره دلیلم چی بود؟ دلیلم هم گفتم که مردم جان در کفن، حواسشون میره رو سر و سینه شما، کلا یادشون میره شما دارید چیزا. علت این بوده. پس فردا برای آقای امین فردین حرف در نیارید. آره گفتم، اینو گفتم. بعضی البته تو این معنی. در خدمتتونم. مرسی. شب خوبی داشته باشید. من لایو هم سیو می‌کنم برای دوستان. و اینکه واقعا متشکرم که صدای مردم رو به گوش همه میرسونیم، بخاطر اینکه خیلی از مردم سر این گمبلینگ بدور از قضیه زندگی من، کاری به قضیه زندگی من نه، سایت شرط بندی. واقعا ممنونم ازتون که مردم رو آگاه میکنید. هیچ وقت کسی یک شبه پولدار نشده. امیدوارم مردم فقط اینو بتونن درک کنن و از این سایت‌های قمار کنار بکشن. خیلی ممنون از شما. مرسی از شما. مرسی از براتون بهترین آرزو می‌کنم. مرسی.